من دوستان عزیز آمدیم همون بالای بالاش همون جای در کاریش این اختان تماشا کنید و حلاوت کنید فقط چشماتون آب بتین تماشا کنید حلاوت کنید چشما رو آب بتین اینا ترا میگم چی؟ پاپوچیک همه پاپوتی رفتگی تا معرفی کامیره زولچکا رفتیم زولچکا اینی تایرهش بفکر بیایدیم اومدم دیگه دکتر ها آخرت خلوه آی بالکن درت هوا میگیره آی بالکن درت هوا میگیره وا سلام علیکم برادرای عزیز چطور میگن الوعده و داین چخره گفتم میریم همون جای زولچکا میریم رفتن میگیریم اینا دوستان عزیز قریب نزدیک شدیم اینا قریب نزدیک شدیم اینا در راه اومدیم این کاوگو خطی با خوردیم اینا کاوگو خطی با خوردیم دکتر میگم مرد باید هر آسان نشود مشکل نیست که آسان نشود گفتیم راهی مشکلیش یافتیم فقط راه دور بوده تمام ما میبرویم هم خیلی است امید تو وقتش در کاسک امید چی میگن کاسمانه کاسکادیو نه اون کود همه برویم و گیولو نه اینه بالا اینه بالا بچو اینه بالا شو هم گیولوگ میشه بالای کرگار نه گیولوگ نبود اما که میکوان کجایی کرگار دکتر برتوزیش کرگار خودت همه شعبه اکتیوری رو نمیدونم کرگاریش زندگی دکتر از سحر خطی خیزاندم که میبرویم دیونم کرد مدنیت ویدیوش پر توفته همه در زیرش نوشته که شما ترسیدین شما وعده دادین نه برومدین خود نمیدونم ممکن که ایمی سطحی همه آبه که همه بکر آب میگیم بحر بیو بگیم همه سطح بر ممکن یک 2000 متر بلند باشه همه مرا مجبور کرده که برام 10000 متر بلندی در برویم همه بالا میبریم چند خیلی باشه میبریم همه قفا میدیم که کروگاوا بده راهش میریم ان شاء الله پیاده ها اونجا رای ماشین نداره هم پیاده میریم اونجا نمیدونم خوشم با ورتالیات موندگی هم بچی موندگی هم معلوم یه جایی میریم خدا نگهبان این همیتا بروین گفته است این همیتا برو اومدن اینجا ده یک بابی جان او داده است سلام علیکم بابی جان همو قلعه زالو چه رفته است همو خیلی راه هزار رحمت رفتیم این بچه حرکت که بچه که دیگه تمام اینه بسم الله الرحمن الرحیم زنده باشه انا این تمه رفته دکتر چخیل نسترنی تمام این درختاب در درختار قبیله میره عدد کدگی برای ما قیم میکنه برای جانی این خیلی پیره ها بده برادرها پیره های تقدیره رامش نکنه از اون طرف ما افغانستان است اون افغانستان اینا خما تاجیکستان اینا برادرها افغانستان اینا رو پرو افغانستان اینا ما افغانو اینا نمیتونه پیره ها بده پیره های تقدیر ما یک گپ شنیده بودم که اینا خیلی بد یا سرود بالا با بالا تماشا میریم دروازه تماشا میریم یک کنجی دروازه تماشا میریم اینا ایدرش میبرونده ماشین قرار میبرونده اینا بچه ها اینجا با چه ساختمانی رفته است خوش به حال شو خب ها دکتر برو اینا افغانستان هم عجایب بیان خونوشون ها این روی افغان ها هم سرحد ما رفتیم خواهیم ما برامدن میگیریم بچه بچه این هشستت برو ما چو کدی
آخی ای پایان خطی подписчикان مرا اینا دکتر صاف کرد اینا دکتر برومد دکتر چیلی خودت بگوی ترا نه دیگه اکتیور میگم نه بلاگرت بگم ترا میگم چی پاپوچیک همه پاپوتی رفتگی تا معرفی کامیره کانال مرا بسیار آدم پاپوتی میدیم میگه پاپوتی میدیم پاپوتی رفتن میگیرن هم خودمون تماشا میکنیم هم تماشاگینا را میمونیم که تماشا کنم پاپوتی کنم شکرانت الله значит спорт کم заниматься میکنیم دوست مراد نه فوتبال اکن یا هوشا بود خیلی بلنده هم خیلی بلند است کو مو خیلی جور در ما تیک میگن تیکی بعد میگن تیکی بعد برادر افغان میگیرد میروه میگیرد سبایت میکنه میروه میکنه حقیقت مهنت کردن نمجار خودشون کرده گیم نمجار خودشون بودن ای خدا جونه ای دوست مراد نشید بچه ها فراموش نکن سحری ساعت 6-7 صبح هستن که آفتاب بالا که خیلی بر آمده است این دوست مرادانی خیلی که مشق ماندرون بعدی مش گفت که گرم شدی گفتم او من باید همو بالا ببرم که پاپوچیکا نشتن که شما ترسیدین نبرومدین روچنیکا کشیدین زدنی خود دادین هم سر خیسته که من میبرم شلو میرم اینجا رفت همی کوه دا پشتی همی کوه دا باشه یا اینکه ایشته انم ایشته همیشته توچ نه اوه همی ده برومده است خب باید راهش باید جا باشه نمیره اینم طریقت میرفته باشه من بالا اینو میخواد دکتر تو ندیدی نه اینجا مرا نشونته بچه ندیدی خوینا نگاه کن اخونه بالاش آمده ملکه اوی ای بچه زالچکا تگیده زالچکا رفتم زالچکا اینی تایرهش بفکن بیایدیم اومدم دیگه دکتر دیگه استوب نکنم نه دیگه استوب نکردیم استوب نکنم استوب نمیکنم بچه ما برآمدم دکتر خان تابزن خیلی همت کردی خیلی همت کردی بچه جمعی از زینپویای اوهانی داشته در بالای همین سنگ و همین زینپوی هم برو بشه اینا بیا من نگاه میکنم قهرمانی هر روزه تو بگیم برو من هم موجی بعضی وقتاشون قد خود توخی صرف میکنن حاجی که وقتی بیکارشون کم کم تماشا میکنن زیخشون رو میبرم بوی وطن استثمار میکنن استثمار میکنن چی میگن بوی وطن نفس میکشن مگه سنگ وطنم از تخت سلیمان بهتر
خاری وطنم از گل و ریحان بهتر. یوسف که در مصر پادشاهی میکرد ای کاش گدا میبود با کانان خوشتر. همین خیلی. من کپاکی. بسم الله الرحمن الرحیم. اینی تا میگیریم. خب حاضر. میتونه دکتر اومده. بسم الله. اکی جاش به قاچو به منتجه بچه‌ها. این همی تا زالش کاتیگیده. زالش کا. اینا. آمدیم همین زالش کده. اینا ته مونده. دیده سختونیه. من همینجا حلوات میبرم میره بینیم. جای زوره. انشالله اونجاش هم میریم برادرها. اینجاش هم میریم. خب. اکه میبریم اینجا. دکتر برامدی ساق سلامه. دوستان عزیز ما برای چه که همون بین خودمونی را قلعه زالش که گفتیم لیکن این سیمولی یک نشانه همین آسایشگاه هست که همین سیمول خط همین نشانه خطی همین آسایشگاه را یعنی که چی خیلی بودنش معرفی کرده یعنی که در اینجا نه تنها یک خل است در اینجا همون تاریخی ما و شما است که با مانند هم خیلی در دوره شاهیگری ما زندگی کردیم ما همین خیلی بله بسم الله الرحمن الرحیم. گیده زالش کا تیگیده زالش کا تیگیده قدرت خلوه ای بالکن دیرت هوا میگیره ای بالکن دیرت هوا میگیره وا این ساختمان رو ببین خوش به حالتون قندتون بزنیم دینمو تا انمجا رو اومدیم نتونستیم دیگه اومدن این روز خدا را شکر که اومدیم بیا اینجاش هم برویم من همین خیلی گفت بودم که بالای همین میرم پناوار میگیرم این آمدیم انشاءالله بالای همین بیا برو بیا برو خیلی بود پرتیشکار بود که جدا چی وعده دادی هم بعضیاش گفتن که نمیتونه انا که حاجی خطی پرتیشکار خیلی گپ زد. من دوستان عزیز آمدیم همون بالای بالاش همون جای در کوریش این اختار تماشا کنید و حلاوت برید فقط چشماتون آب بتین تماشا کنید حلاوت برید چشما رو آب بتین اینا جای زیبا جای فورم جای دلفرا دروازی من این باد هوا رو بگو خوش به حالی مردمی درواز که در این باد هوا زندگی میکنن حلاوت میبرن لذت زندگی رو میبینن این باد هواش چند سال عمری آدم اگر خدا خواهد زیاد میکنن زیاد میکنن تو همجا رو ببینیم زالش کنه باشه زالش خطی دیگه زالش که ابا چگومش که نستن نیست زالشکا وقت شرک بردگی های نیست زنده باشد شکر میکنیم در همین بالا ما با شما خداحافظی میکنم چند قدید ندین توکلتون بخدا کنم اونگه شما خدا قدید دکتر تماشا کردن میدیم خدا نگهبان همه سربلند و خانواد باشه